متخصصی درسته که جنا سم دارن محسن بسم الله بگی میرن واقعا یا نه؟ شما شبا میان بالا سرم 2-3 بار بسم الله گفتم نرفتن، حتی 3-4 بار با صوت گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، همشون گفتن الله. دکتر اگه سگ بهمون حمله کرد چیکار کنیم؟ جدی شما که تو یا بهشتی تکون نخورید، اومد جرمون هم داد تکون نخورید. شاید واسه شما جالب باشه توی یه مقطعی مردم ما با شعر گفتن درس خوندن. مثلا شادروان دکتر محمود شیمی کل جدول تناوبی مندلیوف رو شعر کرده. گفت سدیم با هزاران وسوسه، نام من انعاب و وزنم 23. اینجوری حفظ می‌کردن. مثلا دکتر میگفتن لعنت به برادران سینوس، تانژانت و کوتانژانت و کوسینوس. هزار آفرین. اندر کف مستراح ماندن بهتر که مثلثات خواندن.